درود بر شما دوستداران ادب. امروز سخنانی جذاب از لئوناردو داوینچی رو براتون آماده کردیم. با ادیبان همراه باشید. فکر میکردم یاد گرفتم چطور زندگی کنم، در حالی که یاد گرفتم چطور بمیرم. سادگی نهایت پیچیدگی است. بزرگترین فریبی که انسانها را رنج می‌دهد از نظر خودشان می‌آید. چیزهایی که چشم ما در رؤیا می‌بیند شفافتر از چیزهایی است که تصور می‌کنیم. اگر بذر فضیلت را بکاری، افتخار درو می‌کنی. همه دانش ما ریشه در ادراک ما دارد. اشک‌ها از فرمان مغز نه، بلکه از قلب شما جاری می شوند. شایسته ترین لذت درک کردن و فهمیدن است. 3 دسته مردم وجود دارند: کسانی که می بینند وقتی به آنها نشان دهید و کسانی که اصلا نمی بینند. کسی که می‌خواهد یک روز غنی داشته باشد، حدود 1 سال به دار آویخته خواهد شد. طبیعت هرگز قوانین خود را زیر پا نمی‌گذارد. آدم‌های نابغه وقتی فعالیت‌های معمولی انجام می‌دهند، بیشتر فعال هستند.